خب عصری همگی بخیر. نام من کوین هست و یک زندانبان هستم. امروز اینجا آمدم چون 6 تردید و شک پیش خودم دارم که باور دارم اگه جواب درست را بگیرم آماده تغییر دین و پذیرفتن اسلام هستم. برای شروع سوال اولم ای است که چطور بفهمم که اسلام راه درست عبادت هست؟ و به دنبال این سوال دومم ای است که چطور بفهمم پیغامی را که ارسال میکنم به سوی الله میره درست است؟ و سوال سوم دکتر زاکر نایک، از جایی که قبلا به شما گوش میدادم، شما قبلا گفتین و موعظه کردین که هیچ راهی نیست که شما به جنت برین مگر ادامه دادن به پیروی از دستوراتی که به حضرت موسی داده شده. در این دنیا و با چالش هایی که توسط رسانه ها و هر چیز دیگه به زندگی ما میایه و حضور داره، چطور ما به این اصول پایبند بمانیم؟ و آیا اگر مکرر خطا و توبه بکنین الله شما را میبخشه و توبه را قبول میکنه؟ برادر میخوایم در دو بخش بگویم. او میخواد که 6 سوال بپرسه. 3 سوال اولی که برادر پرسید ای بود که چطور بفهمم عبادت در اسلام درست است. 2 برداشت امکان داره از این شبکه: آیا طریق عبادت در اسلام درست است، یا میتونه باشه که آیا اسلام دین درست است. منظورتان چی است؟ میخواین بفهمین؟ دومی که طریقه عبادت در اسلام درست است یا آیا اسلام دینی درست برای عبادت هست؟ سوال اولی که برادر پرسیدن او میخواد بفهمه که چطور بفهمه اسلام دین درست است که باید از او پیروی کنه. و بخش دومش هم مشابه است که از کجا بفهمیم اسلام حقیقت است. دقیقاً. و سوم که گفت ما در یکی از صحبت‌هایم گفتم که حضرت عیسی علیه السلام گفته اگر ما میخوایم به جنت داخل شویم باید از تمام دستورات و اصولی که در کتاب عهد عتیق ذکر شده پیروی کنیم. چطور در این دوره ما میتونیم از تمام اصولش پیروی کنیم؟ من کوشش میکنم 2 سوال با هم یک جای کنم که شما چطور میفهمین اسلام دین درست برای عبادت هست و چطور میفهمین که اسلام حقیقت است. اسلام از کلمه سلام آمده که به معنی صلح است. همچنان از کلمه عربی سلم مشتق شده که به معنی تسلیم کردن اراده به الله است. اسلام یعنی صلحی که با تسلیم ارادت به الله به دست آمده. و برای هر کتاب که ادعا کنه که پیام از جانب الله است، برای هر دینی ثابت کنه که از جانب الله متعال است، این وحی، این کتاب، این دین باید در امتحان زمان کامیاب شود. در گذشته عصر معجزات بوده و قرآن از این معجزات است. با گذشت زمان عصر ادبیات و شعر آمد. دانشمندهای مسلمان و غیر مسلمان عرب ادعا میکنند که قرآن عظیم الشأن بهترین ادبیات موجود در سطح جهان است. اما امروزه اگر یک کتاب دینی با یک شیوه خیلی شاعرانه بگوید که زمین هموار است، آیا انسان مدرن باور میکنه؟ طبعا که نه، چون امروزه عصر علم و تکنولوژی است. پس اگر ما یه امتحان علم و تکنولوژی را از تمام کتاب‌های مذهبی که در جهان داریم بگیریم، از ادیان مختلف دنیا، تمامشان در امتحان ناکام میشن غیر از قرآن. ما یک لکچر تحت عنوان قرآن و علم مدرن دادیم، سازگار یا ناسازگار. زمان به ما اجازه نمیده که در قسمت سوال و جواب لکچر کامل بتم. اما میخوایم یادآوری کنم که آلبرت انیشتین گفت، فیزیکدان مشهور و برنده جایزه نوبل، که علم بدون دین عاجز است و دین بدون علم کور است. اجازه بتن یادآوری کنم قرآن عظیم الشأن کتاب ساینس نیست، SCIENCE، بلکه کتاب نشانه هاست، SIGNS، و بیشتر از 6000 نشانه، بیشتر از 6000 آیات در قرآن عظیم الشأن است که بیشتر از 1000 تاش درباره علم صحبت میکنه. اگر شما حقایق علمی که ما فهمیدیم را مقایسه کنین، متوجه میشین که چیزی را که علم اخیراً کشف کرده، شاید 50 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل، 400 سال قبل، قرآن عظیم الشأن 1400 سال قبل ذکر کرده.
قرآن درباره خلقت جهان صحبت میکنه. در سوره انبیا سوره 21 آیه 30 چیزی که دانشمندا اخیراً درباره بیگ بنگ کشف کردن، چیزی که اونا 50 سال قبل کشف کردن، در قرآن 1400 سال قبل ذکر شده. ما وقت فهمیدیم که زمین کروی است در سال 1577 وقت فرانسیس دریک دور زمین کشتیرانی کرد. قرآن در سوره نازعات سوره 79 آیه 30 میگه ما زمین را به شکل تخم ساختیم. والارض بعد ذلك دهاها. اشاره میکنه به تخم یک شترمرغ و ما میفهمیم که تخم شترمرغ کروی است. قبلا فکر میکردیم نور مهتاب نور خودش است. اخیراً فهمیدیم 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل که نور مهتاب نور منعکس شده است، نه نور خودش. این در قرآن 1400 سال قبل در سوره فرقان سوره 25 آیه 61 ذکر شده. پس کی میتونست تمام این حقایقی که به تازگی کشف شده را در قرآن ذکر کرده باشه؟ در گذشته وقت در مکتب بودیم یاد گرفتیم که آفتاب میچرخه و به گرد محور خودش هم میچرخه. قرآن در سوره انبیا سوره 21 آیه 33 میگه آفتاب در کنار گردش همچنان به دور محور خودش هم میچرخه. امروزه علم به این نتیجه رسیده که آفتاب در کنار گردش به دور محور خودش هم میچرخه، چیزی که در قرآن 1400 سال قبل ذکر شده. امی قسم در قرآن درباره بوتانی، درباره بیولوژی، درباره زولوژی، درباره امبریولوژی، درباره ژنتیک میگه. تمام چیزی که ما اخیراً در علم فهمیدیم 50 سال قبل، 100 سال قبل، 300 سال قبل، 500 سال قبل. پس اگر ما یه امتحان علم امروز را از تمام کتاب دینی بگیریم، تنها کتابی که در این امتحان کامیاب میشه قرآن عظیم الشأن است. امروزه علم به اندازه پیشرفت نکرده که هر چیزی را بفهمه. پس ما به مردم میگم که اگر شما قرآن را تحلیل کنین، ما میفهمیم که تقریبا 80% چیزی که قرآن عظیم الشأن درباره علم میگه امروز علم قبول کرده که 100% درست است. شاید حدود 20% باشه که مبهم است، نه درست و نه غلط. پس منطق من میگه وقت 80% از 100% درست است، باقی 20% هم انشاءالله درست خواهد بود. پس این یک باور منطقی است. حتی یک آیه در قرآن هم نیست که توسط حقایق علمی رد شده باشه. شاید فرضیه های باشه که با قرآن موافق نیستن، اما یک آیه هم در قرآن کریم نیست که توسط کدام حقیقت علمی تکذیب شده باشه. پس نظر به این، اگه ما این امتحان از هر کتابی بگیریم، تنها کتابی که در این امتحان کامیاب میشه اسلام و قرآن است. ما این جلسه را با نقل قول از آیات قرآن کریم از سوره اسراء سوره 17 آیه 81 شروع کردم که میگه حق آمد و باطل نابود شد. به تردید هر باطل نابود شدنی است. پس اگر شما یه امتحان را بگیرین، تنها دینی که در امتحان کامیاب میشه، تنها دین حقیقی که تحریف نشده. به این دلیل است که ویلیام مور گفته تنها کتاب دینی که او ایره 2000 سال قبل با عنوان یک نقد کننده اسلام گفت، تنها کتاب دینی که برای 2000 سال هیچ تغییر نکرده و شکل اصلی خود حفظ کرده قرآن عظیم الشأن است. پس نظر به این حقایق، تنها دینی که میتونیم فکر کنیم و درک کنیم و باور کنیم که حقیقی و درست است قرآن است. در رابطه با سوال سوم که در صحبت‌هایم ذکر کردم که حضرت عیسی علیه السلام گفته باید از دستوراتش در کتاب عهد قدیم پیروی کنن، یک آیه از انجیل را نقل میکنم. انجیل متی چپتر 5 آیه 17 تا 20، جایی که عیسی علیه السلام میگه بر شما میگم که اگر عدالت از شما فریسیان و آموزگاران شریعت پیشی نگیرد، مطمئناً به جنت وارد نخواهید شد. پس در زمان حضرت عیسی علیه السلام برای که یک مسیحی خوب میبودن، اگر میخواستن داخل جنت شون، باید از تمام دستورات کتاب عهد عتیق پیروی میکردن. نمیتونستن حتی از یک ذره هم سرپیچی کنن. اگه این کار کنن، در قلمرو بهشت جز کم رتبه ترین ها میشن. پس نظر به این آیه انجیل از انجیل متی چپتر 5 آیه 17 تا 20، شما باید از هر قانون کتاب عهد عتیق پیروی کنن. و سوال شما خیلی خوب و منطقی بود، چطور ما در این عصر میتونیم از تمام کتاب عهد عتیق پیروی کنیم؟ این مشکل است، با شما موافق هستم. به این دلیل است که عیسی علیه السلام همچنان گفته در انجیل جان چپتر 16 آیه 12 تا 14،
او گفت هنوزم خیلی چیزا برای گفتن دارم، اما حالا نمیتونن تحمل کنن. وقت او روح حقیقی آمد شما را به حقایق راهنمایی میکنه. از خود چیز نخواهد گفت و چیزی را که میشنوه میگه. او مرا تکریم خواهد کرد. اینجا حضرت عیسی علیه السلام آمدن آخرین فرستاده الله متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر مردم او زمان پیشگویی میکنه که وقت بیایه شما را به حقایق راهنمایی میکنه. این یعنی عیسی علیه السلام میفهمید هر چیزی که درباره انجیل ذکر شده بعدها نمیتونه پیروی شوه. شاید چند قرن بعد. به این دلیل او گفت وقت او روح حقیقت آمد شما را به طرف حقایق راهنمایی میکنه که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه. پس در او زمان شاید این ممکن بود که از قوانین و اصولی که در انجیل قدیم و انجیل جدید ذکر شده پیروی کرد، اما حضرت عیسی علیه السلام گفت که در آینده وقت پیامبر آخر و نهایی حضرت محمد صلی الله بیایه باید از او پیروی کنن. پس اگر شما امروز یک مسیحی خوب باشن، در کنار ایمان به الله متعال باید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشته باشن. امید که فهمیده باشن. سوال بعدی ما ای است که با آمدن از یک پس زمینه مسیحی با فامیل مسیحی، اگر ما به اسلام روی بیارم با داشتن دو دین مختلف در یک محیط، چطور با فامیل سازگار شوم یا ارتباط برقرار بکنم با فامیل؟ برادر پرسیدن اگر به اسلام روی بیارم با داشتن دو دین مختلف ما چطور کنم با فامیل خود در ارتباط باشم؟ برادر میفهمی چیزی که مثل انجیل قدیم و انجیل جدید وجود داره؟ حتی اگر یک مسیحی باشی میتونی بعد از آمدن انجیل جدید از قوانین انجیل قدیم هم پیروی کنی. اگر چیزی مثل کتاب قدیم و کتاب جدید وجود داره، همچنان چیزی هم مثل آخرین کتاب وجود داره. قرآن عظیم الشأن آخرین کتاب الله متعال است و در قرآن عظیم حتی یکی از پیامبرایی که در انجیل یاد شده حذف نشده. در اسلام شما باید به تمام پیامبرایی که قبلا آمدن ایمان داشته باشی و حداقل 25 پیامبر الله در قرآن یاد شده و تمام اونا بجز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تعداد دیگر در انجیل ذکر شده. پس ما باید به تمام پیامبران الله احترام بانیم و پیامبر عزیز ما گفته الله متعال 124,000 پیامبر به زمین فرستاده. پس اگر مسلمان شوی نباید به هیچ کدام یک از پیامبرایی که در انجیل ذکر شدن به احترامی کنی. در حقیقت به اونا باید بگویی که من 100% از چیزی که عیسی علیه السلام گفته پیروی میکنم. کاری که دیگه مسیحی ها انجام میتن شاید از 80% یا 90% یا از 50%ش پیروی میکنن. شما باید به اونا بگویی که انجیل جان چپتر 16 آیه 12 تا 14 میگه من هنوز خیلی چیزا دارم که بگویم، اما حالا نمیتونن تحمل کنن. وقت روح حقیقت آمد شما را به طرف حقایق هدایت میکنه. من خیلی بهتر از سایر مسیحی ها از حضرت عیسی علیه السلام پیروی میکنم. پس اگر مسلمان شوی از خود مسیحی ها کدام مسیحی بهتری خواهی بود. امید که فهمیده باشی. سوال پنجم چی است؟ سوالاتم تمام شد الان. سوالات جواب داده شد؟ بله جواب داده شد. حال درباره دین اسلام متقاعد شدی؟ من درباره دین اسلام متقاعد شدم و آماده پذیرش اسلام هستم. ایمان داری که الله یکی است؟ میبخشین؟ ایمان داری که الله یکی است؟ من ایمان دارم که الله یکی است. ایمان داری که عیسی علیه السلام خدا است؟ ایمان دارم که عیسی علیه السلام پیامبر الله است. ماشاءالله. ایمان داری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است؟ ایمان دارم که حضرت محمد آخرین پیامبر هست. ماشاءالله. برادر آیا کسی تو را مجبور کرده که اسلام قبول کنی؟ ما آماده پذیرش هستم. آیا تو را کسی مجبور کرده ای کار کنی؟ هیچ کس مجبورم نکرده. این تصمیمی با است اختیار که آزادانه خودم خودت؟ گرفتم. با عقیده محکم خودت؟ با قلب خودم. چون که مجبور کردن کسی به مسلمان شدن در دین ما منع شده و حتی در قانون اکثر کشورهای دنیا هم منع شده. پس با اختیار خودت انجام میتی انشالله. من با اختیار خودم این کار انجام میتم. من به عربی میگم و انشالله تو میتونی تکرارش کنی. اشهدو الله الله اله اله الا الله الا الله و اشهدو و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و رسوله. من شهادت میتم الله اکبر
من شهادت میتم دوباره تکرار کنیم. من شهادت میتم من شهادت میتم که خدایی جز خدای جز الله نیست الله نیست و و محمد پیامبر و و بنده خدا است. بنده خدا است. ماشاءالله شما مسلمان شدید. تشکر. دعا بسیار. میکنم که الله سبحانه و تعالی هدایتتان کنه و کمکتان کنه تا فامیل خدا به آمدن به دین صلح هدایت کنن و دعا میکنم الله سبحانه و تعالی در این دنیا و دنیای بعدی بهترین ها را برات بده. تشکر بسیار. آمین.